ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتاری 133. بعد از ختام قرائت فرمان، امیر نشسته مختصر فاتحه را برو کشیده با اروپاییان رسم ودا را به جای آورده به خانه خصوصی خود برگشت. بعد از این مفتی محمود خواجه بهبودی از طرف اهالی سمرقند به وصول به این نعمت کبرا اهالی بخارا را تبریک نموده به حق امیر دعای خیری نمود. به همین قدر رسمی اعلان فرمان همایون ختام یافت. از نسخه های مطبوع فرمان شولکه نایب الچی خانه به حاضرین تقسیم نمود. پس از این اهل مجلس از مهمانخانه رحیم خان تاریخی مرخص شده برای ادای نماز جمعه در مسجد جامعی ریگستان شتافتند. بعضی از ترقی پروران در ریگستان فرمان را به عموم اهالی قرائت نموده تبریکات کرده به حق جناب عالی دعاها نمودند. وقتی نماز جمعه رسید امیر نیز به نماز حاضر شد. پس از ادای نماز اشخاص رسمی همه در منزلهای خود رفتند. ترقی پروران با رفاقت قاری غلام نام مرزای الچخانه فرمان را در هر کجای شهر به جمع ناس خوانده شرح‌ها می دادند و سعادت استقبال تبشیرها می کردند. فقیر را به یک حس قبل الوقوع به قول ترقی پروران به خواهش قوت واهمه به مناسبت این فرمان یک فاجعه سختی به نظر نموده تدهیش می کرد. بنابراین روزی اعلان فرمان به ریگستان حاضر نشدند. حتی برای آن روزها از بخارا بیرون رفتن به خود لباس فرموده بودند. حیفا که درزی لباس را به روز موعود حاضر کردن نداد. والحاصل نماز جمعه را به مسجد شیخ شانه گذاریده به حجره خود به مدرسه کوکلتاش در آمده چای نوشیدم. ساعت 2 بعد از ظهر به لب حوض دیوان بیگی برآمدم که جماعه از ترقی پروران سرگرم خواندن فرمانند. یکی می خواند، دیگری شرح می دهد. آن دیگر امیر را دعا می کند، دیگری اهالی را تبریک می نماید. در هر سری فقره و جمله فرمان عموم کف زده تبریک و اظهار شادمانی می کند. مقرر که این کف زنندگان ترقی پروران و جوانان هوسکار بودند. اما کسانی که این قیام حرکتها را ندیدند یا به اصلاحات اساساً مخالفند از دور متحیرانه نگاه کرده مثل صندوق بارود منتظر رسیدن شراره بودند. یکی از ترقی پروران مرا دیده در گوشه بامچه‌ای که فرمان را از آنجا می‌خواندند دعوتم کرد. رد کردم. دیگری مرا گفت مفتی محمود خواجه و ملا حیدربیک از سمرقند آمده اند. در ساعت 4 همین روز به خانه حاجی عبدالحکیم حاضر می شوند و می خواهند شما را ملاقات کنند. چون فقیر با مهمانان مذکور روابط دوستی قدیمی داشتم، به وقتی موعود به زیارتشان رفتن را مقرر کرده از جماعه فرمانخوانان کنار گرفته به طرف دیگری رفتم. ساعتی 4 به منزل معهود رفتم که
مجلسی بزرگی از ترقی پروران و تماشاوینان در آنجا برپا شده مهمانانی سمرقندی نیز هستند. اهل مجلس برای یک جمعیت خیریه مفروضه ایانه نیز جمع کرده ایستادند. فقیر نیز 6 سوم دادند. پیش از این از بیم تهدید الچخانه روس و تعقیب حکومت بخارا نام جمعیت را به زبان آورده نمی شد. امروز اولین ثمره فرمان همایون همین بالفعل تأسیس کردن یک کار خیر بود که ترقی پروران بخارا با این نعمت خود را زیاده مسعود و بختیار می شمردند. به این مناسبت خیلی روحشان قوت گرفته بود، گویا که همه کاری مطلوبه را فعلا واقع شده مقرر می کردند. در آخر مجلس از نمایش بر روز آینده مذاکره رفت. اهل مجلس خواستند که صبح بیرق‌ها برداشته شهر را دور زده به دربار جناب عالی رفته رسما اظهار شادمان و تشکر نمایند. از بس که عموم ترقی پروران از من نفرت داشتند و به عکس قول من عمل کردن را از زبان سرخیلشان شنیده بودم، از بیم عکس تأثیر بیزات بیان فکر نمودن را مناسب ندیده به واسطه بعضی معتدل فکران و دوراندیشان القا کردم که نمایش اصلا مناسب نیست، زیرا در نمایش به وقوع آمدن عکس الحرکت احتمال قریب بلکه یقین است. در مسئله نمایش اختلاف افتاد. عاقبت اهل مجلس از بین خود 2 نفر وکیل انتخاب کرده پیش میلر فرستاده مصلحت جستن را مقرر کردند. مخالفین باز القا کردند که مجرد رضای میلر کافی نیست، بلکه لازم است که میلر و خوشبیگی هر دو ایزن دهند و در نمایش هیئت موسیقی عسکری بخارا نیز اشتراک نماید. والحاصل بعد از اذن میلر و خوشبیگی و اشتراک هیئت موسیقی نمایش کردن را و الا نمایش ناکردن را قرار داده اهل مجلس متفرق شدند. فقیر میرزا عبدالواحد را تعیین کردم که شب به خانه میرزا محی الدین بیاید و فضل الدین مخدوم را نیز با خود بیاورد. این تکلیف از طرف میرزا محی الدین شده بود. غرض آن بود که به این 2 نفر معقول کننده از نمایش باز داریم. شب این 2 نفر به خانه میرزا محی الدین آمدند. میرزا محی الدین سخن را از امروز از طرف ترقی پروران و تنتنه تمام خوانده شدن فرمان مناسب ناشدن سر کرده به آخر کلام علاوه نمود که البته باید شمایان فردا مانع شویتان که ترقی پروران بیرقداری و نمایش نکنند. میرزا عبدالواحد شوریده گفت: شما را این کس، به فقیر اشاره کرده، به ترس و بیم انداخته است و الا شما مثل شیر یک آدم ناترس بودید. از نمایش چی ملاحظه می کنید؟ میرزا محی الدین به طرف پسری خود نگاه کرده گفت: بلم، باید زودتر خود را از درون این جماعت خودسر بیرون می کردیم. این گروه هیچ کار ناکرده عالمی را به تهلوکه می اندازند. اگر هم کورکورانه به حرکت ایشان تقلید کنیم، به دیوانگی خود اقرار می کنیم. مادام که نیت همه ما خیر است، مادام که نمایش در وجود آن خیر دخل ندارد و احتمال ضرر دارد، به این کار اینقدر اصرار و عناد کردن برای چیست؟ حالا کار در پیش است. اصلاحات در گفتن آسان و در کردن بسیار مشکل است. برای اجرای این کار
آدمان کامل بسیار در کار است. لازم است که تهیه‌های ضروری را دیده شود. به جای این آمادگی‌های ضروری، این جماعه مشغول نمایش و سرگرمی بازیچه‌های طفلانند. در این بازی احتمالی برباد رفتن همه آمال و اشخاص است. با این سخنان میرزا عبدالواحد قدر تسکین یافته گفت: ما نیز بی تهیه نمایش نمی کنیم. حاضر وکیل فرستادیم که اگر میلر و خوشبیگی ایزن دهند و هیئت موسیقی عسکر را ترفیق نمایند نمایش می کنیم و الا نمی کنیم. میرزا محی‌الدین گفت: من یقین دارم که الچی و خوشبیگی به نمایش ایزن نمی دهند. الان من از حضور الچی آمدم. از من قول گرفت که نمایش را منع کنم و مسئولیتی که از نمایش می روید الچی نخواهد به خود بگیرد و به نمایش ایزن دهد. میرزا عبدالواحد گفت: اگر ایزن ندهند ما نیز نمایش نخواهیم کرد. به همین قدر مجلس منقرض شد. فقیر شب در آنجا خوابیده، صبح بعد از نماز بامداد به منزل خود آمدم. در راه دیدم که به در مغازه برکت جماعتی متکثره از ترقی پروران حاضر بودند. در حجره آمده منتظر وقوع واقعه های عجیبه شده نشستم. در این اثنا یکی از طلبه پیشم آمد. به فضل الدین مخدوم لزومی منع نمایش را اشعار کرده مکتوب چه نوشته همراه طلبه فرستادم و به طلبه مذکور تعیین کردم که هرگاه نمایش کنند مرا زود خبر ده. غرضم آن بود که اگر نمایش کنند باید زود فرار کنم. والحاصل به حجره با اندیشه دور و دراز نشستم. تخمیناً بعد از 1 ساعت آواز غلغله مردم برآمدن گرفت. اهالی به یک حالت مضطربانه به هر طرف می دویدند. از درون مدرسه نیز خیلی آوازی شور و غوغا می آمد. بعد از فرصتی از طرف کوچه کسی درم را زد. خبر گرفتم طلبه معهود بود. گفت: غوغا برپا شد. نمایشچیان بیرق برداشته تا خیابان رفتند. از طرف دیگر عکس الحرکت برخاسته به اندک فرصت تمام شهر را فرو گرفت. حاضر اهل بلوا به هر کجا جمع شده در صدد قتل و غارت ترقی پرورانند. جمعیت متکثره از اهل بلوا به ریگستان از حکومت تنبیه ترقی پروران را مسرراً طلب دارند. گفتم: آمد به سرم از آن چه می ترسیدم. تا شب گویا که به حجره محسن بودم. از بس که حجره من به مدرسه کوکلتاش و جای جمع آمدی اهل عکس الحرکت بود فرار میسر نمی گردید. از آنجا که مدتی 20 سال باز در این مدرسه استقامت داشتم و تا حال با یکی از اهل مدرسه عربده و غوغای نکرده بودم و یا به کسی بی‌حرمتی ننموده بودم و اینچنین از کسی هم بی‌حرمتی ندیده بودم، اهل مدرسه به حجره من هجوم نکردند و به هجوم آدمان بیگانه نیز راه ندادند. اما بیرون برآمدن ممکن نبود، زیرا احتمالی به دست اهل بلوا گرفتار آمدن بود. تا شب به واسطه بعضی احباب وقایع را تعقیب کردند. خلاصه تحقیقات این بود: شب شنبه 2 نفر وکیل ترقی پروران فیض الله خواجه و میرزا عزت الله پیش میلر برای مشورت نمایش رفتند. میلر ایشان را به صورت قطعی از نمایش کردن منع نموده است، اما در بازگشت فیض الله خواجه و میرزا عزت الله گفته است که میلر به نمایش کردن ایزن داد. هیئت موسیقی را هم به حکومت بخارا تعیین کردنی شد. میگویم
صبح فیض الله خواجه زود به مغازه برکت آمده قول مصنوعی خود را گفته جماعت را به نمایش کردن دلالت کرده است. اما میرزا عزت الله حقیقت حال را، یعنی از نمایش منع کردن میلر را به بعضی متشخصین ترقی پروران معلوم کرده است. از آنجا که اکثری حاضرین جوانان 15 ساله و 20 ساله همه اهل هوس و تماشا و بی محاکمه بودند، جماعتی طرف نمایش کردن را قوت داده حاضری دیده چند نفر جوانان را به صحن مسجد دیوان بیگی برده اشعار ملی تعلیم کردند و نطقها گفتند. والحاصل جمعیتی متکثره برپا شده اختیار را از دست راهبران خود گرفته نمایش کردنی شدند. راهبران نیز به نمایش بی بیرق راضی شده اشتراک کردند. در این اثنا مسلمانان قفقازی که برای اشتراک به نمایش بیرق حاضر کرده بودند برداشته برآمدند. از طرف دیگر یهودیان نیز بیرقی برداشتند. در این وقت جوانان بخارایی نیز به مغازه برکت هجوم کرده بیرق‌های حاضر کرده خود را برداشته به تنتنه تمام پیش اهل نمایش در آمده ابیات ملی خوانده از گاوکوشان و غازیان گذشته به طرف خیابان راهی شدند. چون علامت خروج اهل عکس الحرکت به نمایش شروع کردن ترقی پروران بود، به مجردی نمایش سر شدن در هر مدرسه و هر سری کوچه ناطقان اهل عکس الحرکت و شریعت گویان مردم را به غزا و جهاد دعوت کردند. بازار و دکاکین را به زور و تهدید بنداندند. ناطقان سربرهنه فوته بگردند نوحه ها کردند، مرثیه ها خواندند. شریعت از دست رفت، دیانت از دست رفت، حکومت از دست رفت، امیر از دست رفت. اختیاری زنان ما به دست اجانب افتاد، عصمتی زنان و دختران ما به باد بی‌ناموسی خواهد رفت. گویام شوری است و غوغایی است که ایجاد کردند. حاضر به چشم خود دیدم که اهل نمایش حجابی زنانی راه گذر را از سرشان گرفتند، گفته آتش در بالای آتش می زدند. امروز امیر به حوری پایان که حوری میرزای خولاش می نامند بود. فرقه بزرگی به دربار امیر حاضر شده فریاد برآورده به حمایت شریعت دعوتش کردند. اهل دربار ایشان را در شدت دادن به بلوا تشویق کرده راهها نشان دادند. جماعتی متکثره به ریگستان حاضر شده جماعتی را به حضور قشبیگی فرستاده فوراً قتل و اعدام هر کدام ترقی پرور نام را مصرراً طلب کردند. اهل نمایش از همین قدر شور و غوغای شهر بی خبر و سرگرم غزل خوانی شده تا خیابان رسیدند. از آنجا از بین خود میرزا رحیم خان مدرس، حاجی میربابا محسن زاده و عطاءالله خواجه پسر فولاد خواجه را وکیل انتخاب کرده به حضور قشبیگی به طلب موسیقی عسکری فرستادند. خودهاشان به سر بازار خیابان تا آمدن هیئت موسیقی تنفس کرده ایستادنی شدند. وکیل ها نیز به شور و غوغای ریگستان اعتنایی نکرده در بالای ارگ پیش قشبیگی برآمده مطلبشان را عرض کردند. این وقتی بوده که اهل بلوا قتل و اعدام اهل نمایش را طلب داشتند. قشبیگی وکیلان مذکور را حبس فرموده است. بعد از ساعتی حاجی میربابا را 75 چوب زده به حبسخانه سخت که آبخانه اش می نامند انداخته است.
از بس که میرزا رحیم مدرس و عطاءالله خواجه خود را رعیه روس به قلم داده اند، از ضرب خلاص شدند. در این اثنا اهل نمایش خبری بلوا را شنیده هر کدام به هر طرف گریختند و پنهان شدند و بعضی خود را فراران به کاغان رساندند. در این نمایش تقریباً 5-6 هزار نفر اشتراک داشتند. اکثری ایشان که اهل هوس و تماشا بودند، پریشانی حالی ترقی پروران را دیده فوراً و شریعتا گویان به طرف عکس الحرکت گذشتند. هر کس برای حفظ جان خود رفیقش را این خبیث جدید و ترقی پرور است گفته نشان می داده است. یکی فرقه متکثیره‌ای که قلباً مایل اصلاحات بودند، اینها نیز برای حفظ حیات مستعار صفتی رذیله نفاق را پیش گرفته شدیدترین اهل بلوا شده سر برداشتند. چنانچه ملا محمود عرب و سعلی مخدوم صلوات خانان در اول انقلاب کبیر روسیه به حجره فقیر آمدند و گفتند که دولت معظم مستبد روس به آزادی منقلب شد. ما تا کی در این بی حقوقی زندگانی می کنیم؟ ما تا کی اسیر کیف 2-3 نفر حاکم جاهل می استیم؟ اکنون لازم است که ما هم طلب حقوق کنیم و طالب اصلاحات شویم. حقوق حکومت و رعیه معین شود. هیچ کس به کسی ظلم و حیف روا داشتن نتواند. گفتم برادران، شما تا حال جریده خواندید، حقوق نام یک چیز را شنیدید، اما نمیدانید که حقوق چیست. و این چنین از جراید انقلاب ترکیه، ایران و امروز انقلاب کبیر روسیه را مطالعه کردید، اما نمیدانید که این انقلابات به چی رنگ به وقوع آمد. اگر مساعده فرمایید مطلب را با یک مثال به شما حالی نماید. طفل خردسال نوزاد را اگر شما طعام دهید، آن طعام هر قدر لذیذ هم باشد قی خواهد کرد و به علت سوء هضم گرفتار شده به 2-3 روز تلف خواهد شد. و همچنین بیمار را لازم است که اول دوا داده شود تا که معده‌اش غذا را قبول نماید و از آن غذا انتفاع برد. اگر به مریض دوا نداده طعام خورانند و آن طعام هر قدر نقص باشد هم طبیعت بیمار قبول نخواهد کرد. اگر به زور و اکراه خورانند بیمار مزمن خواهد شد. این چنین اهالی ولایت ما در باب سیاسیات و اجتماعیات هنوز طفلند و یا مثل طفل خردسال از علم و ادراک بری‌اند. به ایشان اول شیر معرفت نوشاندن لازم است تا که به سن قبول غذا برسند. یا مریض به مرض جهلند که به ایشان دوای علم و خبرت استعمال کناندن در کار است تا قبول اصلاحات که طعام لذیذ اسلامیت و انسانیت است نمایند. شما چند نفر اگر اصلاح خواهید جماعت رد خواهند کرد. اگر به زور قبول کناندنی شوید به زوری شما هجوم خواهند کرد. از بس که شما چند نفر بیش نیستید به این مهاجمت محو خواهید شد. بنابراین نافع آن است که نام و حقوق و اصلاحات را حاضر به زبان نرانید و به هر طریق که می توانید به مردم نشر معرفت نموده اکثر ایشان را به حقوق خودشان دانا کنانید. پس از آن چیزی دلشان خواهد خودشان طلب خواهند کرد. نمیدانم اینها سخنان مرا قلباً قبول کردند یا نی. به هر صورت سرجنبانی کرده از پیش من رفتند. در روز نمایش یکی از پیشروان ایشان بودند.
سعدی مخدوم نطق‌های شورانگیز می‌کرد. وقتی که عکس الحرکت برخاست، محمود عرب فوراً خود را به زمره عکس الحرکت همراه کرده و شریعتا می‌گفت. سعدی مخدوم که به سبب نطق‌های آتشین ترقی پرورانش از هجوم اهل بلوا می‌ترسید، به کاغان فرار کرد. بعد از تسکین بلوا بعد از چند روز به شهر آمده، به ملایان بلواچی التجا برده از حرکت‌های سابقه‌اش توبه نمود. هرچی کرده باشد به اغوای چند نفر کردنش را بیان نمود و حالان که یکی از تشویق کنندگان به نمایش و مثیرترین اصلاحات خواهان همین سعدی مخدوم بود. این بود حالی اکثر ترقی پروران بخارا. با این همه بی‌ثباتی با کارهای بزرگ اقدام می کردند. امروز اهل بلوا به ارک آری و عبدالصمد خواجه رئیس هجوم‌های سخت کردند، با الفاظ شنیعه تشنیعش نمودند. خوشبیگی عبدالصمد خواجه را محافظه کرده عزلش را به مردم اعلان کرد. پیش از تمام کردن واقعه روز شنبه لازم است که قدری از احوال اهل عکس الحرکت و اسباب حرکت ایشان بیان نمایم. مستور مباد که عبدالرؤوف کاروانباشی ارسان مهتری سوداگران بخارا و آقسقار ایشان بود. به اعتبار تقویت حکومت و موقع شخصی خود در اوایل حال به کارهای تجارتی نفوذ کلی داشت، لیکن اکثر اوقات نفوذ خود را سوء استعمال می کرد. مثلا اگر سوداگری بمیرد یا سکته به کارهای تجارتیش افتد، طبیعی جمیع حل عقد کارش به دست عبدالرؤوف کاروانباشی می افتاد. در این صورت کاروانباشی چقدر انتقام شخصی که به صفحات حیات آن سوداگر داشته باشد می کشید و نیز در جلب منفعت مادی خود به قدر مقدور می کوشید. این حال به عموم اهل تجارت بخارا معلوم و حاجت به بیان نیست. در ترکه انوار خال مراد بیکی قراکوری این حال در نظر عموم ثابت گردید. شما گفتار 133 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.